مسئولیت شناسی را در علم پسیخولوژی چگونه میتوان معنی داد کرد؟ مسئولیت شناسی یکی از موضوعهایی هست که واقعا برای رشد فعالیت کسبی هر یک ما و شما مهمیت خاصه دارد و البته سرچشمه مسئولیت شناسی این از زینه ابتدایی انسانیت یا اینکه از کودکی به انسان نقش می‌بندد. وقتی که سخن درباره کلمه مسئولیت شناسی می رود ما البته توجه میکنیم به دو کلمه، یکم مسئولیت و دوم شناختن. و مسئولیت این وظیفه واگذار شوی، وابسته شدن، کدوم اعتماد کردن همین است. شناختن یعنی درک همون مسئله که همون وظیفه ای که به ما گذاشته شده است، یعنی شناختی وظیفه و عهده‌داری هایی که در نزد هر یک ما شما قرار دارد. وقتی که هر یک نفر شناختی همین مسئله رو درک میکند و درک میکند که وظیفه من چی است، کاری من چی است، عهده‌داری من چی است، من باید چرا کدام کار چه خیلی اجرا کنم و کدام وقت باید اجرا کنم و همین خودش فهمش دارد و همین در دایره تفکر خودش تحلیل کرده و مقایسه میکند و اجرایش به راه میماند. این میشود مسئولیت شناسی.